طالباست که طالبان که از برای کمک به طالبا و در مجموع برای کار برای آیسایه. از این خاطر ای آمدن از این و نامدن از این کدام معنا ندارم، منتها تنها از نقطه نظر روانی یا میخوایم مردم های مخالفه ورخطا کنه، در حالی که عملا گلبودین هیچ چیز نمیتونه. اما حالی که میگه که ما در وقت ما نفر 1000 کشته شده، ما جنگ ما دفاعی بود و چطور و چنان. در امون سال که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد و بنیان سوانجان آقای نجیب در کابل اعلام کرد خودش رفت، در اینی وقت قرار به ای بود، قرار پلان بنیان سوانجان که یک حکومت از مجاهدین جور میشه. امی آقای احمد شاه مسعود قوای خود در جبل سراج آورد، از جبل سراج پیش نآورد، با وجودی که حکومت هم میتونست به اکشن به هم زدن بگیره. مان که اونمو حکومت گنده پشاوری جور شوه، امیر احترام کرد، گفت بان بیادر که اگر ما کابل بریم وامیه یک جنگ کشالدار میشده میشه، نمیریم. در اینی وقت برای احمد شاه مسعود اول رسید که امی یک اتحاد از هموطنهای پرچمی پشتون ما و خلقیا حکومت هم میخواین تسلیم کنن، همون بخش که پیش خودشانه ایره تسلیم کنن برای حکمتیار و امی آقای چی که از سلیمان لایق و اینا از امی بخش پرچم هم یا وقت که گلبودین پشت پرده تار بافته بودن. اینال آقای احمد شاه مسعود برای ازی که همت یک کار نشوه، هیچ کس داخل کابل نشوه، یک منطقه غیر نظامی بانه تا که همون حکومت مجاهدین بیاید در کابل. ای اتو نکد که بیاید کابل بگیره، از اموجه یک مخابره کرد برای گلبودین حکمتیار که در چهارآسیا آمده بود و سعی کنین این ما میمانم تهدید کردیم که به روز یکشنبه حمله نظامی به کابل ببریم و ما اون کسی که در گذاشتم که میگه پای خود مشاری بودیم معمولا به سراحت میگه مثلا که نده که خدای نخواسته حمله شما در کابل باعث یک درگیری بسیار شدیدی بین خود مجاهدین شود و چرا که وقتی که یک طرف داخل کابل داخل شود گروپا و گروه مختلفی با داخل کابل میشه، حراج مرضی که در کابل ایجاد میشه، وضع خرابی که در اونجا ایجاد میشه و به یقین که منجر بگوین و این منجر و برخورده بین خود مجاهدین خواهد شد. دیگه به خواهش من شما ایست که این تهدید بردارید و امرای رهبرا خودتان برین شخصا بشینید و نمو مسائل دیره که من گفتم که یک توضیحی را دیدان نید حکومت عبوری را جدید انشاءالله قبول داره و قبول میکنه و میرم طرف انتخابات. آقای مسعود برای گلبودین که گوش میکنه میگه ما شنیدیم که شما یک شنبه داخل کابل حمله میکنین، همی کار نکنین، به خاطر اگر شما حمله کردین یک آدم دیگه در رو میشه، یک گروپ دیگه یک جبهه دیگه، کابل تکه کم میشه. امیر ما هیچ تصمیم نداریم کابل بیم، امو حکومت عبوری را برید در پشاور جور کنین، اونمو مورد قبول ماست، همی شما رهبرا جور کنین، بیاین همی قدرت بگیرین. دیگه بهتر است که به عوضی که وقت ثبت شود طرف مسائل نظامی شود در همین قسمت قدم‌های برداشته شود خالی از خیر نخواهد بود و بهتر است که شما همین مسئله را اعمال به من اطمینان بدید که در روز یکشنبه حمله وجود نداره. که من این طرفدار این مسائل به شما اطمینان دادم که حمله وجود نداره که ما در فکر کارهای دیگه نستید. انشاءالله شنیده شد. باز ادامه میده آقای مسعود میگه عوض از اینکه همی انرژی را ما شما در جنگ مصرف کنیم، همیشه کشار کابل هم خراب کنیم، همیره بریم در سر ساختن یک حکومت مصرف کنیم. همی شنیده شده، همی اطمینان به ما میتونین بتین آقای حکمتیار که همی حمله را شما نمیکنین. اینال جواب آقای حکمتیار این بسیار یک لحظه تاریخی است. یگان دفعه مردم میگه که بیادر ای پنشیری ها آمدن کابل گرفتن و چور انداختن. احمد شاه مسعود داخل کابل هیچ نشده بود، با وجودی که ازش خواسته شده بود، با وجودی که قوا برش تسلیم شده بود در کابل یک بخش کلان قوای نظامی آقای نجیب، اما ای تسلیم ای داخل نشد، بلکه خواست که کلگی یک حکومت بسازه، امو حکومت داخل کابل. آقای
اینال بر آقای حکمتیار میگه که آقای حکمتیار امیر میتونین به ما اطمینان بتین که یک شنبه شما حمله نمیکنین، ما هم به شما اطمینان میتیم که ما حمله نمیکنیم. این سعی کنین جواب آقای حکمتیاره. شنیدم ولی صد ما طرف خود عرض میکنم که این فیصله ما به همه جبهات هدایت داده شده. وقتی که تعدیل شده سنجیده و دقیق انتخاب شده و تا زمانی که حالت ایجاد نشود که در نتیجه از اون ضرورت عملیات را سر مجاهدین ما منتفی بشماره، ما شاید قادر به تأخیر و تعجیل در این وقت محدد نداشته باشیم. خویش یک لغت هم استفاده میکنه که محدد یا whatever، ما او رو نمیفهم که چی مانا، یا شاید هم اشتباه کرده باشه. اما آقای حکمتیار جواب میده به صراحت، میگه حال ما وقت اوامر خود دادیم در جبهات و تا زمانی که خود مجاهدین ما فکر نکنن که هیچ تهدید در اینجا وجود نداره، این دستور دوباره گرفته نمیشه. یعنی به این مانا که یک شنبه ما حمله میکنیم. این حال در اینجا اگر آقای مسعود در مجول سراج میشیش کابل گلبودین میگرفت و شما میفهمین که اینا چقدر قاتل بودن و مردم قتل عام میکرد، از کابلی گرفته به نام پرچمی و غیره و غیره و به امت مردم هزاره ما را و مردم ازبک ما را هر کسی که را به نام گلمجم، که را به نام شیعه، که را به نام شولایی و غیره و غیره یا میکشت. باز در او صورت اینمی تاریخ تمام قصور از زیر منداخت گردن احمد شاه مسعود. بناهن وقتی که آقای احمد شاه مسعود مایوس شد و دید که یه حمله در کابل حتمی است، باز اینه به جواب آقای گلبودین اینی چیزه گفت. اگر بگویم درگیری نمیشه، معمال برتان بگویم که شدید درگیری میشه و شاید جنگی صورت بگیره که دیگه اون صدها مسلمان کریده دو و انشالله معمال بگویم که سردار بگی خدا قبلا معمول ملت مجاهد افغانستان هم معمول نخواست بده با دیگره به خود نتنبیده نمیترده و هیچ گونه در یک قسمت آمریکایی به خصوصی هم نداشتیم. فقط همه چیزا به شخص خود شما رهبرای بزرگ محوی داشتیم. حرفای شما را شنیدم و مطالبی که داشتم قبلا عرض کردیم. خب معنای دیگه بیست که روز یک شنبه حتما حمله میکنید، ما آمادگی بگیرم. دی وقت آقای احمد شاه مسعود برای گلبودین میگه ما کدام ترس و بیم نداریم، اما ای را بفهمی و بدانی که صدها نفر مجاهد ما دینمیج شهید میشه از اردوی ما و مردم بیگناه دیجا قتل عام میشه و میگه بره امیر شما رهبرا امیر حل کنین. یعنی گلبودین رهبر خود میگه. اما جواب گلبودین آمادگی برای چی؟ آمادگی به دفاع مردم کابل، زن کابل، مرد کابل، خرد کلان کابل، آمادگی به دفاع از این ملت مظلوم، آمادگی به مردم عظمی، مردمی که دیگه به خدا هر روز پناه میبرن و میگن که سرنوشت ما در آینده چی میشه. ما مجبور هستم که از این مردم در برابر هر نوع حمله با همه طاقتی که دارم دفاع بکنیم. در غیر صورت ما همه چیز ما گذاشتیم و پیشتر هم گفتم هیچ گونه جاسلتی نداریم. میشنن خود رهبرای مشکل خود شماست، مشکل خود شماست که باید برین بین خود بشینیم و توافق برسیم. ما خودم این جاسلتی طلب نمیکنیم و شما که میگن که بر روز یکشنبه تحریف باقی، یعنی معمال به صراحت میگویم شما نمیفهمید که ما آدم سریحتم و مجبور هستم که سرزین مالی که از پیش دستگاه دور شوم، ترتیبات دفاعی خود بگیرم و مجبور هستم که دست بیاکت سر تشکیال باز من انتخاب بزنم و فردا نباید من پیش خدا فردا باز مسئول نباشم که چرا دست به حبس کار زدیم. فوقت که قاضی سبب من حیث شریف میشنود. حرفای شما را شنیدم و مطالبی که داشتم قبلا عرض کردیم. میگه پایت شنیدم دیگه تکرار نکن، ما جواب خدا برات وقت دادیم، یعنی که حمله است. این حال همی شما مردمایی که میایین که والله کابل اینمی پنجشیریا خراب کرد. نه، این پنجشیری آمد که دفاع کنه. او آقا روز چند صد راکت در مابین کابل میزد
حالا چی میکرد؟ یک غلک میگرفتن میزدن، خب ماندار یام ده سر از او حمله میکنه. اگر می آمدن کابل میگرفتن، خب شما قار میشدین. این حال جنگ شروع شد. دینی وقت بود که آقای دوستم آمد صبغت الله مجددی ابولهب گرفت. یعنی مسعود در حالی که جلوگیری کرد از آمدن گلبدین، اما اجازه داد که امو حکومت پشاور ساخته مجاهدین بیایه، امو دوره را امی مجاهدین یا بگویم آیسای در پاکستان قبولان سر مجددی که تو رئیس جمهور هستی رایش کرد، نوکر خود در حکومت رایی کرد به حیث رئیس جمهور. یعنی امو ابولهب مجددی وظیفه داشت که حکومت از درو تخریب کنه، گلبدین از بیرو. امو کار کرد. آقای ابولهب آمد، آقای دوستم رفت در مزار، رتبه بلند جنرالی و استر جنرالی داد. ایره در مقابل احمد شاه مسعود که وزیر دفاع بود خیستان. در اینی وقت که اوضاع خراب شد، دوستم گریخت پاکستان که رفت در اوج رایش کردن عربستان. پاک و صفا یک شاورش دادن، یک آدم خائن نوکر روسه گفتن رئیس جنبش ملی و اسلامی. پس آوردنش تمام اسلحه نجیب که در پیش دوستم مانده بود با شمول تیاره و پیلوت کلش در سر کابل خالی کرد. حالا در مقابل از یک از جنگ باید میکرد. دوستم روابط خوب با حزب وحدت داشت. حزب وحدت تحریک کرد. این تحریک حزب وحدت یک جنگ را در درون کابل بین قوه‌هایی که مانده بود که با هم یک جای بودن به وجود آورد. حالا یک چیز تیر شده که ما بگویم نه گناه از مزاری بود، از مسعود بود، از سیاه بود، مگر یک جنگ بین میر رهبری آیسای در مابین کابل صورت گرفت که جنگ وحشتناک بود. اما در این جنگ مسعودشان تانستن که ببرن. جنگ است، اونا میتونست که ببرن، اما مسعودشان تانست که ببرن. اینا برای 4 سال اینمی گلبدین این جنگ به پیش برد از چهار آسیا و در وقت آخر اینا متوجه شدن که آقای مزاری را نمیتونن مثل دوستان بخرن. آقای مزاری سر یک گپ افشاری داشت که مشکل مملکت ما در درون مملکت ما میتونه حل شه. با وجودی که با آقای مسعود میجنگید، با سیاف میجنگید، اما موضع خائنانه ضد مردم افغانستان اتخاذ نکرده بود و این چیزی است که کل ما برای آقای مزاری باید احترام کنیم و ما شخصا ای را به نهایت احترام میکنم و ما بارها همی کلپ ویدیویشان هم ماندیم. از اینمی خاطر بود که یک ساخت و باخت شد. وقتی که پاکستان مایوس شد، دید که گلبدین به یک بنبست رسیده، طالب آوردن به حیث یک قوه صلح آوردن سر چهار آسیا. طالب مملکت سر کابل نکرد، به خاطر اگه سر کابل حمله میکرد دندانایشان مشکست. ایر اول بردن در چهار آسیا دیستی که در سقوط کرد. گلبدین وظیفه داشت کل چیزا را بده. مورلی مردم مقابل ضعیف شد، فکر کرد که اوه یاد یک هفته گرفتن چهار آسیا را، تمام اسلحه‌شان، در حالی که کلش یک ساخت و باخت بود. اونو وقت طالبا دور خوردن از پشت سر آقای مزاری و نفرایش، بعد از او آمدن به یک ترک داخل کابل شدن و در اونو وقت مردم افغانستان کل بازی خورده بود. فکر میکرد که طالبا قوه صلح است. پاکستانی هم تو یک تبلیغات مقبول کردن که همی کلگی باور کرد که ولای نمینا صلح میخواین. این آقای برهان‌الدین هم تا حدود قبول کرد که همی ها صلح میخواین. همون دروغا تا امروز ادامه داره، به شمول این همی کشته شدن مولا منصور که یک یاد میخواد چک کنه و آوردن گلبدین که امریکا میگه نه والا ما مخالف هستیم که یک آدم قاتل دیجه به امریکا مخالف نیست. تمام ازیار پاکستان با امریکا و نیتو در جریان میگذاره، به توافق میرسن و انجام میتن. و چون ما یک ملت خواب برده هستیم، امریکا سر ما رای نمیزنه. این بخی واضح است. چرا می امریکا سر ما رای ده؟ امی ما مردم چی داریم؟ کلگی ما یک چوب گرفتیم یا می بیسبال بات، همی دنده کرکت نه در دست کل مردم افغانستانه. همی هر کس یک پیشریش میزنه. امریکا یک قوه لوده کار نداره. پاکستانی ها که هست منظمه، هر چیز که امریکا میخواه میکنن. هر توطئه که امریکا، انگلیس، هر کس بخواه پاکستانی ها میکنن اون کاره. افغان چی؟ افغانه که در یک جای استاد میکنه در دوزی شروع میکنه. اگه یه چیز نیفت کلوشای زن خود دوزی میکنه. کابل بانک دیدن چی شد؟
تمام چیزای مملکت چور نفتید، امیال اینا شلس امریکا را که بیا پیسه بده، پیسه را بده کی میگیره؟ با مردم خو نمیرسه، در جیب اینمی دوزای کلان میره. اینال ما اینطور یک حکومت گنده کثیف داریم و ما باید امریکا را ملامت نکنیم، ما باید خودم ملامت کنیم، اینمی جنگای قومی و قبیله‌ای خود اعلان کنیم، کشت تریاک در هلمند و در تمام افغانستان اعلان کنیم. هموطنای هلمندی ما بزرگترین کثافت تاریخی را مرتکب میشه. 2 میلیون هموطن بیچاره ما در زیر پلا جان میته، زن و دختر ما در بازارهای جهانی فروختن. اینمی تریاک را که یا کشت میکنن، اینمی یک کار است که در گلون ملت خود یا ماندن. اینمی چرس و تریاک باید استاد شه. اینال وقتی که میگی اینمی را کی میکنه؟ حکومت افغانستان در این دست داره. امی حکومت افغانستان برای کشت تریاک در افغانستان چی کرده؟ ای چیز نکرده، چشم پد گرفته. آقای دوستان میفهمین وظیفه چیست؟ مبارزه علیه مواد مخدر. بهترین مبارزه علیه مواد مخدر است که زراعتش قطع کو، یا زراعت چرس و تریاک ماندن و او را هم کلش دم یک جای آوردن که دیگه مردم دسترسی نداشته باشه. ما خودم شخصی تا فکر میکنم که باید در کل افغانستان کشت کنیم که قیمت از این در زمین بخوره، که نه انگلیس سر از این پیسه پیدا کنه نه پاکستان. همین مارکت بین المللی را ما از هر سرحد خود ما تیله کنیم، مواد ارزان بته میشه با نرخ کچالو، که همین قیمت مواد مخدر در بازار پایین بیاید. پایین که آمد پاکستان صدمه میبینه، ما نمیبینیم. آلیا گرفتن تناد اونمو یک جای هلمند، اونمو را کنترل میکنن، مارکت جانی را توسط اونمو ما کنترل میکنن. اگه در جلال آباد باشه، در لغمان باشه، و در شینوار باشه، و در مزار باشه، و در ایسون و در قندوز، در اوسو زیاد میشه. زیاد که شد مارکتش خراب میشه. ما در او صدمه نمیبینیم. پاکستان در زانو میشینه، انگلیس از این پیسه استفاده میکنه. اینال ما اینی چیزا رو میفهمیم؟ نمیفهمیم. اینمی مخابره آقای مسعود این بزرگترین سند تاریخی است. هر مسئولیت که در قبال کشتن شدن هر نفر در افغانستان از سالهای 92 تا 96 شده با دوش ابولهب مجددی و گلبودینه. چرا اینا اونمو جنگا را دامن زدن؟ دایی دوستان بسیار ملامت نیست، حزب وحدت نیست، سیاف نیست، مسعود نیست، دایی گلبودین است و احسای است. اما اینال مردم اینمی را ارزش از این را میفهمن. اینا میفهمن که سند تاریخی چقدر یک سند و سعی کنین اونمو مسعود وقتی که قوای خود تصمیم گرفت که داخل کابل کنه، اینه ببینین که با مردم خود چی گفت. برو بخواه کجا میری؟ خبر داری؟ بله. متوجه باشین که میرین در اخلاقتان، در شستنتان، در گشتنتان، در 5 وقت نمازتان، در قرآن خواندنتان، در همه دیگه خدای نخواسته نشه که شما کاری بکنین که باید بدنامی ایجاد شود. متوجه باشین که میرین در اخلاقتان، در شستنتان، در گشتنتان، در 5 وقت نمازتان، در قرآن خواندنتان، در همه دیگه خدای نخواسته نشه که شما کاری بکنین که باید بدنامی ایجاد شود. ان شاء الله فهمیده شد. آن قومندان عمومی همه قطعات که میره قومندان پناه احمد شاه ممرایشه، در هر جایی که برتان وظیفه داده میشه دیگه محکم وظیفه را انجام میده. ان شاء الله گفته نیستن خود محکم او ترتیب نشه که در اونجا با وطندارا دورتان جمع شود، خانه خیش قومتان برید، باز اونجا میمان فکر میمانداری باشه. اخیش نه قوم نه هیچ کس در نزدیک بچا نمیمونه. شان نصیحت کرد که در کابل که میری عطاخانه دوست و رفیقت نری، دیگه چیز خوبان با مال مردم چشم نداشته باشی، با خود مردم، با زن مردم. یعنی اینمی یک کار بود که این منعیس یک قماندان میتانست. یگان دفعه مردم فکر میکنه که نفرای مسعود فرشته بود، یا خود از آسمان نامده بودن. مسعود
کل مردم باسواد مملکت گریخت. یک چند تا باسواد مانده بود. از اونمو عوام الناس یک قوه جور کرده بود. اونمو عوام الناس یاد داده بود که حق کشتن نداری. وقتی که نفرها را گرفت و شمول عسکر روز نمیکشتنشه، دیگرها میکشت یا نمیکشت. بیادر نجیب گرفت نکشت. امو جنرال اسک بود که امو را گرفت نکشت. سروری را که هر کس میگرفت میکشتش، گرفتن نکشتنشه، نگاهش کردن. خود مسعود کشته شد. اما بعد از اینکه حکومت کرزی کثیف آمد، یا گفتن اینال قانون آمده، او را گرفتن از پنشیر آوردن برای حکومت گنده کثیف کرزی دادن، یا محاکمه نکردن، اعلایش دادن. یعنی یا مردمای بودن که قانون پسند بودن، ایایت نکردن که چور پرتن. و اگر دقات نفرهای زیادمای خرابم بوده، این چیزا ممکن می باشه. ما خود افغانستان کلگی مردم ها فرشته نبود، پنشیری هم کلش فرشته نبود، یا که آمده حتمی دوزی هم صورت گرفته، تجاوز جنسی هم صورت گرفته. مگر مسعود امو قدره که میتانست کنترل کرد، در غیر از او کابل کاملا چور مفتید. یکی اگر در کدام جای سر کدام دختر تجاوز شده، یک عمل زشت و شنی بوده. این نیست که بگیم خیر حال شد، نه، هیچ باید نمیشد. اما امی آقای اسمت مسلم که خودش هم مسلمان بود، دمی کابل آمده بود در وقت آقای نجیب، چقدر زن و بچه مردم یا چور منداخت. امی یکی از خاننداست، نامش نمیگیرم، میامد از پیش شوهرش ایره چور منداخت، میبرد 2 هفته 3 هفته 1 ماه نگاه میکرد. باز از او خلاص میشد، وزیر داخلهش و خلقی که بود، او میامد او را از پوش خانه از این کت اسکرا میامد میگرفت، 1 ماه دیگه زن مردم او میبرد خانه خود. این کل چیزا در زمان آقای نجیب که هنوز پیسان بود، حکومت هم بود و ارتش هم بود، هر چی بود این چیزا صورت میگرفت. اما در زمان مسعود خویای قوه منظمه که تمام از این با دیسیپلین باشه، مردمای فامیده باشه، جنرالای ورزیده باشه، نبود. اینی عوام الناس بود که در اونوج جنگیده بود. اینال از این خاطر ما تمام این بدبختی ها رو سر مسعود انداختیم. ولایق نفر کشته شد، کلگیش شورای نظار کرد. نه، شورای نظار سینه خود از سپر مرمی دشمن کرد. گلبودین نمان که راکتای خود در داخل کابل دروش. درست است که نتانست از چهارراه بکشه، اما نماندش که داخل کابل هم شود. وقتی که در کابل اگنه خود دفعال گلبودین آمده بود، وزارت داخله قسمت وزارت دفاع ورگه گرفته بود، اینمی آمد در ظرف درست کلگیشان دوان تالوگر. اینال از او خاطر اینی چیزیست که باید به یاد بیاریم، تاریخ فراموش نکنیم. از اینی خاطر من ماندم که شما به یاد داشته باشید. ببینید این کلیپ دیگره که نظر احمد شاه مسعود در مورد پاکستان چی بود. What was Pakistan's agenda for Afghanistan? برنامه و پروگرام پاکستان در قسمت افغانستان چی بود؟ ما از ملت پاکستان که در طول دوران جهاد مردم ما را و جهاد ما را کمک و همکاری کردن، یک عالم سپاسگزار هستیم. مگر این نقطه را فراموش کرده نمیتونیم که بعضی از سازمان‌ها در داخل پاکستان، مخصوصا آیسای در داخل پاکستان، پروگرام‌های به خصوصی را در قسمت افغانستان طرح داشت و تعقیب کرد که او پروگرام‌ها قسمی که امروز می‌بینیم نه به نفع اسلام بوده، نه به نفع ملت افغانستان بوده و نه به نفع ملت پاکستان بوده. و من یقین دارم پروگرام‌ها و طرح‌هایی را که آیسای داشت و تعقیب می‌کرد، اکثریت سیاستمدارای دورفکر پاکستان و ملت پاکستان با او پروگرام‌ها مخالف بوده و مخالف است. We in Afghanistan are very much grateful of the nation of Pakistan during our jihad against the Soviets. We are grateful of Pakistan's nation's help. We cannot forget it. Also, we cannot forget that the ISI, Intelligence Service of Pakistan, had its special agenda, which resulted in what we see today. This program or agenda of ISI was neither in the benefit of Islam nor nation of Afghanistan, and not in the benefit of the nation of Pakistan.
And I know also that most or majority of the statesmen in Pakistan were not happy with the agenda of ISI. ISI was like a state within a state running loose. In other words, then, does he agree with that? میگه شما به یقین هستین که ISI خودش یک حکومتی بود در مابین یک حکومت که لجام گسیخته بود و او رو که جلوگیری کرد نمی‌کنه. بدون شک. No doubt. And creating Gulbuddin Hekmatyar in the process. و میگه گلبدین حکمتیار در این جریان به وجود آمد. محصول همینطور یک چیز است. گلبدین حکمتیار محصول فعالیت‌های ISI در افغانستان و عامل ISI در داخل افغانستان بوده و است. Gulbuddin Hekmatyar is the result or the product of the ISI's activities in Afghanistan and the real agent of ISI. He was and still he is. From your perspective, did the Americans, either the American Foreign Ministry or the CIA, understand this hidden ISI agenda for Afghanistan? فکر میکنید که امریکایی ها و مثلا CIA هم بود همینطور یک برنامه مخفی ISI به وقت میفهمیدن یا نه؟ ما فکر میکنیم که تاریخ از در قسمت تا حد زیادی میفهمیدن و ISI به امریکایی‌ها امیر مثلا مطلب انتقال داده بود و فهمانده بود که یگانه شخصیتی که در آینده در افغانستان به قدرت برسه دیگه او حکمتیار است و حزبی که منظم است حکمتیار است، شخصیتی که در آینده در افغانستان به قدرت برسه حکمتیار است. I think that to a large extent they accepted that idea. To a large extent they were informed about. It was ISI who informed the Americans, correctly or not correctly, that it is the only organized party in Afghanistan. It's the only strong man who will take power in Afghanistan in the future. I think to that extent Americans knew it. مسعود یک آدم هوشیار بود. یگان دفعه ما میگم مردم مسعود به خاطر از اینکه یک قماندان برجسته بود میشناسن، یک نفر جنگی بسیار با استعداد بود. ما والا مسعود به حیث یک آدم جنگی نمیشناسم. من مسعود بزرگترین یک آدم سیاسی و بزرگترین یک مرد صلح دوست مملکت خود میدانم. مردم قاره که تو چرا که روسا پروتکل امضا کردی؟ معلوم دار امضا کرد. در پروتکل که امضا کرد جان صدها و هزاران نفر حفظ شد، اما در عوضش تسلیم نشد. در مناطق خود عسکر خود مجهزتر ساخت، ترینینگ داد، اینا را آماده جنگ های بعدی ساخت و باعث آزادی مملکت شد. اگر ما رهبرای دیگه ما هوشیار می بود، عوضی که رفته بودن در زیر سایه خرزابت های پاکستانی شده بود، می آمدن در درون افغانستان در مناطق صلح می آوردن و روسا را به صلح می کشیدیم، ما جان ده ها و صدها هزار هموطن خود حفظ میکردیم. یعنی در چیزی که مردم مسعود ملامت میکنه ما برش بزرگترین احترام هم. ولی امروز مسعود دیگه وجود نداره. متاسفانه از مسعود کسایی که رقم خودش هوشیار باشه، آدمای سیاسی برجسته باقی نمانده. ما باید کلگی ما از قشر نو مملکت خود رهبرای دیگه را زمینه را مساعد بسازیم که مثل احمد شاه مسعود رشد بکنه. دیگه این نفرایی که در او وقتا مطرح بود آهسته آهسته خودشان باید داوطلبانه از پالوی شانه خود را بتن، شانه خود یک بغله کنن که جوانا قشر نو ما پیش روی به اینای جنگ و پیروزی رهبری کنه. یا دیگه ضعیف شدن یا دیگه او انرژی را ندارن. آقای اسماعیل خان چی کده میتونه؟ آقای قانی چی کده میتونه؟ آقای سیاب. یعنی ما باید احترام کنیم بزرگی از اینا را، تجربه شانه، توانمندی و یا باید بفهمن نیازمندی از ایره که شانه خود یک بغله کنن، اتو کتا کتا را نرن، یک بغله کنن که از پولوی از یا نونهالای ما در خط اول قرار بگیره. اینمی سقوط مملکت ما امروز از باعث از اینمی است که ما رهبرای نوش بیرو دادن نمیتونیم. نفرای سابقه ما ایچ اعلان نمیکنن، فکر میکنن که نه این خط از ما است.
مذهب کسی جا آمده نمیتونه و راستی هم اگه اعلان نکنن کس دیگه پیشم شده نمیتونه. به خاطر عمد مملکت ما احترام به کلان موجوده، از روی احترام همی کار کس نمیکنه. اما می توانمندی را که یا دارن که مردم روابطی که دارن مردم دیگه نداره، یا باید این میال دست جوانا را بگیرن و در خط اول بیارن. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم.